برادران و خواهران عزیز، در حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نعمان ابن بشیر روایت میکنه که جامعه مانند یک کشتی است. اگر یک نفری رو دیدید که در این کشتی داره کشتی رو سوراخ میکنه، وظیفه مسافرینی که در کشتی هست چی است؟ همینطور بعد نگاه بکنن، هیچ کسی چی نگه. خب کشتی که سوراخ شد، آب میره تو کشتی، همتون غرق میشید، میمیرید. جامعه مانند یک کشتی است. اگر دیدید یکی داره کشتی رو سوراخ میکنه، به معنی اینکه داره مرتکب عملی میشه که در جامعه فسق، فجور، فحشا، فساد رایج میشه، باید جلویشو بگیریم. تک تک ما وظیفه داریم که بگیریم. امر معروف و نهی از منکر این است. و الا این کشتی غرق میشه و هممون باش غرق میشیم. اگر روز اولی یکی از رهبران جهادی یک جنگی رو راه انداخته و جنگ داخلی، علما در مقابلش می ایستادن، میگفتن این کار تو کفر است، کشتن برادر مسلمان جایز نیست، اگر بار دیگر تکرار کردیم ما حکم جهاد بر علیه تو رو صادر میکنیم، جنگ داخلی صورت نمیگرفت. در یک گوشه ای از بازار دارید میبینید یک مردی داره مزاحم یک دختری میشه، شما جلوشو نگیرید، فردا همین مرد مزاحم دختر تو میشه، مزاحم دختر من میشه، مزاحم دختر اون میشه. جامعه به هم میخوره، فسق و فجور در جامعه عام میشه. پس این نکات رو خدمت شما عزیزان بیان کردم. الان این کلیپ رو با هم میبینیم و چند صحبتی دارم در مورد این کلیپ. الان اینجا این مسئولین امر معروف هستن، استخبارات هستن، پلیس هستن، هر کسی که هستن. اگر از پلیس و استخبارات هست، به امارت اسلامی میگیم اینایی که این فیلم رو گرفتن دشمنان شما هستن. دشمنان شما به این معنی که میخوان شما رو بدنام بکنن. یک سری در سوشل میدیا و در خبرگزاری ها بزنید که از این فیلم دشمنان امارت اسلامی بر علیه شما سوء استفاده کردن یا نکردن. 100% سوء استفاده کردن. ببینید یکی از مسئولین طالبا چی کار کرد، ببینید یکی از طالبا چی کار کرد، این ریشو ببینید یک ملا دختری رو برده تو خونه میخواد بهش تجاوز بکنه، ببینید این است اون است. پس اینایی که این فیلم رو گرفتن، اگر پلیس هستن، استخبارات هستن، امنیت هستن، هر چی هستن، اینا دشمنان امارت اسلامی هستن. از اینا برحذر باشید. اینا میخوان شما رو سرنگون بکنن با واسطه همین کارا. اگر از امر معروف و نهی از منکر هستن، این کارشان نه شرعی است، نه اسلامی است، نه مطابق قرآن است، نه مطابق سنت است. اگر استخبارات و امنیت و پلیس میخوان این کارو بکنن، طرف رو با جرم مشهود دستگیر کردید، فیلمم بگیرید، عکسم بگیرید، این بعد در آرشیف حکومت باشه. این حتی برای دادگاه، برای اشخاصی که برای محاکمه این طرف انتخاب میشن، فقط اونا حق دارن ببینن. امروز در چه کشورهای اسلامی، غیر اسلامی، چه شریعت باشه، چه قانون مدنی باشه، بعضیا میگن دوسیه‌ای است که دوسیه‌های مخفی است. یعنی چی؟ اسم افرادی در این دوسیه ذکر شده که نباید عموم مردم بفهمن. اینکه شما میرید این رئیس دانشگاه بلخ است، هر کسی که است، این یکی از افراد مرتبط با شماست. پلیس و امنیت و استخبارات اگر این کارو کرده، باید این مخفی می بود، نباید در سوشال میدیا نشر میشد. اگر امر معروف و نهی از منکر کرده، که خیلی غلط کردن، بد کردن، اشتباه کردن، مخالف دین و شریعت انجام دادن، این درست نیست که برو در دوربین دستت برو در خانه مردم. در کجای دین این رو گفته؟ محاکمش بکنید، طرف رو بندازید زندان، هر بلایی که سرش میارید بیارید. نشر کردن یعنی چی؟ از این نشر کردید، از دختر بیچاره که در خانه این بوده، زندگیش شما تباه کردید. زن ضعیف است، از نگاه عاطفی فریب خورده آمده خانهش، یا مجبوریتی داشته، هر دلیلی میتونه بشه. شما الان دختر رو کشتید، خانوادهش، پدر و مادرش شاید وقت کشته باشن، الان نکشته باشن، از کشتن بدترش میکنن. در جوامع ما که اینطوری برخورد میکنن. و همین بیشرفایی که این فیلم رو نشر کردن، روز اولی که نشر کردن، چهره دختر رو نپوشانده بودن، چهرهش واضح بود، شناخته میشد که این کی است. پدرش، برادرش، قومش، خشش ببینن، مردم شهر ببینن، میشناسنش.
شما زندگی یک انسان رو تباه کردید. شما اصلا فرصت توبه را از این انسان گرفتید. فردا این فاحشه بشه، فردا این انتحار بکنه، فردا این هر بلای سرش بیاد، مسئول شما هستید. با جان مردم، با ناموس مردم این گونه بازی نکنید. طرف را از خانه میکشن بیرون، این یکی با دوربینش وارد خانه میشه بدون اجازه. این حق نداره این کار بکنه. تو وارد خانه یک نفر میشی، تو از محکمه، از دادگاه اجازه بازرسی خانه رو داری؟ اگر داری غلط میکنی، فیلم و ویدیوشو نشر میکنی بیرون. والله اینا دشمنان حکومتن، به خدا قسم اینا دشمنن. در قالب دوست، اون شاعر راست گفته که دشمن دانا که غم جان بود، بهتر از این دوست که نادان بود. نوشتلو عمل سوای دی مشته نوشتلو عمل سوای دی چې کلانتر راغلی مشته د وشتو عمل سوای دی خیر ته هغه د مش خپل د مجاهدینو خپل کار دی د سیاست راو باسه سی راوزه راوی باسه سیاست کوم تاکید که ویدیو بگیریم. خب احمق بیشور، به تو امر شده که ویدیو بگیر، به تو هم نشده که این ویدیو رو نشر بکن در سوشال میدیا. تو حق نداری. این خائن است، این خائن ملی است، این باید دستگیر بشه، این باید محاکمه بشه. تو حق نداشتی این ویدیو رو پخش بکنی. بلا به دوست شاید بگه در گروه واتساپ فرستادم، از اونجا پخش شده. غلط کردی که فرستادی. این خیانت است، این بازی با ناموس مردم است. آره کوتا تاپ ملکشی وزی بیا برای بچیم برای ایسای کشا باز دفتر کسی. از بزرگترین اشتباهات این است که امرای اینها یک پلیس زن نیست، یک زن نیست که بره اینجا رو بازرسی بکنه. الان تو داری ویدیو میگیری، سر لخت و صورت لخت یک زن رو به چه حقی داری تو ویدیو میگیری؟ تو چطور مسلمان بی‌شرفی هستی تو؟ رئیس ابو یا دی وسای ته راځه ونه راځه ته ونه وځي راځه حالت مجاهدین دي دسي راځه نام چی است شباس؟ نام چی است شباس؟ ها؟ نام چی است شباس؟ نام چی است؟ نام چیش داری؟ ها؟ فیلم اولی است که پخش کرده بودن. من دوستان رو گفتم که چهره رو بپوشانن. خب پخش کردن این فیلم با این وضعیت، این کدام اسلام است، کدام مسلمانی است که امارات اسلامی جلوی این گونه انسان‌های خودسرا رو نمیگیره؟ چی شود؟ الان قماندانی رو چیزاشم بیا بگو کلاگیشان خاله رو بگم مجلساشون شا پدرت نمیکشه. خب دوستان عزیز، تشکر میکنم. این کلیپی بود که متاسفانه اینها پخش کرده بودن و الله سبحانه و تعالی هدایتشون بکنه و با این گونه افراد باید برخورد جدی بشه. کسانی که در طی همین یک سال گذشته ما شاهد تقریبا 2-3 مورد مثل این بودیم که از همچین صحنه‌هایی رفتن افرادی فیلم گرفتن و پخش کردن
از مسئولین امارت اسلامی. و این جنایت است در حق ملت، جنایت است در حق یک مسلمان. اگر این فرد امر شده که شما برید از ویدیو بگیرید، این ویدیو خاص برای حکومت است، خاص برای قاضی است، خاص برای محکمه است، برای نیست که در فیسبوک و توییتر و در اینستاگرام و تلگرام و تیک تاک نشرش بکنید. و چقدر مردم از این ویدیو سوء استفاده کردن برای امارت اسلامی.